دویگو چی شده دخترم؟ دویگو صبر کن چی گپ است؟ چوب باش علیان چی میکنه؟ اعلام کنه دانتا بسته کن دخترم ایلا کن دانتا بسته کن اگر دخترت میمورم لطفا خواهش میکنم لطفا گفتم دانتا بسته کن فهمیدی؟ طرف ما بیبی پیرکی اگر کوشش کنی با پلیس زنگ بزنی دخترت میمورم برات گفته باشم علیان لطفا دخترم ایلا کنید لطفا دخترم ایلا کنید اعلام کنه مرا کجا ایلا کنید اعلام کنه بشی لطفا ایلاش کنید خواهش میکنم دخترم ایلا کنید آرام باش اعلام کن دخترم نبرین لطفا دخترم نبرین دویگو تو بخدای تو بیان چی کنم دخترم بردن علیان علیان خوب استی جانم بخیز چی میشه لطفا بخیز دخترم بردن نوش جانت علی جان نوش جانتان واقعا معذرت میخوایم صحیح نموندم همیال پاکش میکنم من خودم پاکش میکنم و مبانیش پاکش میکنم صحیح سیفدا آرام باش صحیح واقعا معذرت بان دیگه سیفدا ده اینجا کدام مشتری استاد نیست مستم من پاکش میکنم تشویش نکن یا خدا صحیح سیفدا بس است آرام باش اجازه میدی؟ علی امرایی صحیح پاک میشه صحیح خودم پاکش میکنم مظلم تو برو دا جایت بشی مشکل نیست سیفدا آخرین لحظات زندگی خوش خدا با خانواده سپری میکنی علی هروغلو چند دقیقه بعد تا ابد از تو نجات پیدا میکنم نوش جانت تشکر چقدر یک خانواده مقبول و نازنین تو اگر سیفدار کمی راحت بانی باز ما همه قسم یک خانواده را داشته میتونم بایگار مشکل تو بیشرف چی است؟ تشنه عجلت هستی؟ علی آرام باش لطفا سیفدا گفت آرام باش حتما نمیخوایی در پیش روی طفل کدام مشکل خلق شوانه؟ هم از سیفدا و هم از این منطقه دور می باشی اویگار بهتر است که در اینجا دی باره گپ نزنیم بیبی خانم ها زیاد ترسیدن و ما به خاطر در اینجا آمدیم که یک گپ بسیار مهم و ضروری را برات بگویم علی سیس هرچی که میگی برام بگو و از اینجا برو نه یک موضوع شخصی است در اینجا گپ زدن نمیشه گدام سابقه کمی بالاتر از اونجا منتظرت می باشم علی سیس میایم فهمیده شد نه؟ علی جان نوش جانت خانم عزیزم خدا جزای تبته علی اویگار از سیفدا دور می باشی اگه نیم می کشمت چی میکنی علی؟ هم خانومت هم بچه طرف مسائل میکنن علی نگو چی میشه بان که برای یادم پس
باز چی مرگ میخوایی؟ زنگ ما بسیار با شور و شوق جواب دادی پیلوت. برو ایگار برو، حوصله ندارم گپای ناقطه بشنوم. حدس بزن که من امیال کجاستم. به نظر من قبر تکنده میری. حالا بازی رو خراب نکو پیلوت، کم فکر کو، بگو من کجاستم. بازی چی لعنتی؟ بازی چی؟ نه که تو دیوانه شدی؟ لودست چیزی تو؟ من کوشش میکنم قاتل پدرت به تو بتم پیلوت، اما تو به من چی چیزا میگی؟ یک دقیقه آرام باش، آرام باش. حالا هم برای من گفتم میری که آرام باش. برای من میگه که آرام باش. به نظرم لط خوردنهای تیادت رفته، باز میخوای لط بخوری. با من خب باور نکنی. ببینم از زبان خود علی که بشنوی باز وقت باور میکنی یا که وقتم باور نمیکنی. به آدرسی که روان میکنم بیا. فهمیده شد. اگه من تو را 40 شب و روزم لط کنم، تو بازم عقلت به جایش نمیاد. ها؟ بچم تو هنوزم پشت استاد علی را گرفتی؟ بچه من چند دفعه برات گفتم که تو استاد علی غرض نگی، اگه نه از پیش من لط میخوری. آدرس روان که من میایم خودم هم رایت گپ میزنم. آدم بیشرف. هر لحظه شعله آتشی ایدو بیادراز زیادتر شده میره به خدا. اما کسی که با آتش بازی کنه ضرر میبینه و ضرر اونا به فایده ما خواهد بود. امشب از علی تا ابد نجات پیدا میکنم. نه اعلام کو چی میکنن؟ اعلام کنن مرا چرا اینجا آوردن؟ اعلام کنن اینجا کسی نیست، کمک کنن. دقیقه سید نمیشم که دختر از یک سلی دروید زده آدم میسازمد. حالا برو. مرا چرا اینجا آوردن؟ اعلام کنن اینجا کسی نیست. تو خوش آمدی. با شما چی بخوایم خانم محترم؟ اعلام کنن. از من چی میخوایی؟ چی؟ از تو نمیخوایم. ببرینش. نه اعلام کنن. پیلوت به خدا ذوق عالی داره. چی میکنن؟ اعلام از کنن. قسم دخترها زیاد خوشم میآید. از من چی میخواین؟ علیان اونا کی بودن؟ از ما چی میخواین؟ دختر من را چرا اختطاف کردن علیان؟ نمیفهمم میرال، نمیفهمم. پلیس پیش پلیس میرم. هوش کنی، دختر ما پیدا کنن علیان، لطفا دختر ما پیدا کنن. او آدم ها چی گفتن؟ در صورت زندگی او دختر در خطر مفته. راست میگی با پلیس زنگ زدن نمیتونم. بیا آقا علی بیا. وقتی گفتم بیا دیگه اقتال نته. بعد از تو نوبت پیلوت از او هم میآید. اویگار مرا چرا اینجا خواستی؟ مشنوم. تو را به خاطر اینجا خواستم، به خاطر که بعضی چیزاست که به تشویشش هستم. اویگار گپه دراز نکو. گپ بزن، هر چی میخوایی بگو. درست است. چیزی که به تشویشش هستم ای است که ارنکو را به خاطر چی از بین بردی علی؟ علی جواب بده. گپای من میشنوینه؟ از او آدم بیچاره چی میخواستی؟ چرا ارنیکو را از بین بردی بگو؟
تو درباره چی گپ میزنی اویگار؟ باز میخوای چه قسم بازی را انجام بدی؟ تو چی پلان داری؟ لعنتی اویگار بیعقل، تو قانع نمیشی بچیم. من حال عقلت تا سر جایش میارم تا او مغز پوچت دیگه در سرت نباشه. بله آقا علیحان. پیلوت. خانم میرال شما گریان میکنین؟ پیلوت دویگو. چی شده؟ دویگو را اختطاف کردن. چی؟ دختر من گرفته بردن، هیچ کاری کده نتانستم. دختر من نجات داده نتانستم بردنش. لطفا یه کار کن. لطفا دختر من پیدا کن. لطفا دختر من پیدا کن. درست است، من همی دقیقه خودم میرسانم. شما آرام باشین. گپ بزن اویگار. مرگر نیکوره به تو چی؟ تو باز چی پلان داری؟ فقط از ای که یک آدم مثل تو چرا ارنیکو را از بین برده به تشویش هستم. میشه بریم بگویی چرا؟ به تشویش هستی یعنی مترس. خوب است. دو صورت تشویش طرفه میکنم. ارنیکو را کشتم به خاطر که بچه از ما گرفته بود. دو صورت ما چرا باید ایره به تو توضیح بدم ها؟ ایره میفهمی؟ در چهار طرف علی جان و کسایی که دوستشان دارم اگه یک دفعه دیگه نزدیک شوند، اگه کوشش کنن به اونا یک ذرم ضرر برسانن، تو از این دنیا گم میکنم اویگار. فهمیدی؟ خوب است. چرا رفتی پیلوت؟ چرا؟ کاملا وقتش بود. کاملا وقتش بود. نه، این کار در اینجا خلاص نمیشه. دیگا! دیگا! آقا علیحان چی شده؟ کی دویگو را اختطاف کرده؟ او به ما وعده ندادی؟ تو به من نگفتی که این کارا را اعلام میکنی؟ ما به تو دخترم دادم که اختطافش کنن. جواب مرا بده. آقا علیحان قسم میخورم از هیچ چیزی خبر ندارم. یکی چی شده؟ چی خلاص شد؟ اینا چه قسم آدم ها هستن؟ به شما چی گفتن؟ هیچ چیز نمیفهمم. قسم میخورم آقا. چی گفتن؟ باش من برات بگویم. گفتن اگه به پلیس خبر بدین دخترتان میکشم. من امشب استانبول از یک روی به دیگر روی میکنم و او را پیدا میکنم. اگه به یک تارموی دویگو هم ضرر برسه بسته خاندانش تباه میکنم. بعد از اینکه یک تار موی سر دخترم کم شوه، بعد از اینکه او را از بین ببرن، باز ما چی کنیم؟ ها برم بگو. کلش گناهی توست. کلش گناهی توست. کلش گناهی توست. برو دختر من پیدا کن بیاری. دختر من پیشم بیار. دختر من. دختر من پیشم بیار. لطفا دختر من پیدا کن. دختر من پیدا کن. او را پیدا میکنم و او کسایی که دست او را گرفته باشن
کلشان دانه دانه جزا خواد دادم. قسم میخورم جزای کار خودم میبینن. دویگو پیلوت دختر پیش است. با این کار که کردی فکر نکو که به جواب میمونه. من تو را از بین میبرم. خلاص هستی نجمی. خودم مرده حساب کو. والا اگه من قسم یک دوست دختر ناز و مقبول می داشتم دیوانه می شدم. فقط به خاطر که با او یک ذرم ضرر نرسه هر چیزی که می خواستیم می کردم. صحیح گپ بزن نامرد. در کدام قانون نوشته شده که به ناموس مردم دست اندازی کنی؟ بی غیرت. در کدام قانون؟ بشنو بچیم، دویگو ناموسم است. اگه به یک تارموی شام ضرر برسه سرتان خوشگل میکنم. گپ فهمیدی یا نه؟ میشنوی صدای مرا نه؟ بچیم تو چی میخوایی احمق؟ کجاستی؟ اگه میخوایی دوست دختر تا صحیح و سالم پس بگیری با ما باید سر علی هورغلو را بیاری. بی غیرت تو چی میگی ها؟ چی میگی؟ چیزی که گفتم شنیدی پیلوت. با تو تا صبح شام وقت میتم. سر علی را برام بیار و دویگو را همراه خود ببر. بعدش تو در زندان میری و آدمایی که بیادر ما در زندان انداختن در قبرستان میرن. چطور است؟ معامله خوب است نه پیلوت؟ گوش کو چی میگم نجمی. تو را از بین میبرم نجمی. تو را از بین میبرم. قسم میخورم تو را از بین میبرم. سالگیریت مبارک ایزگی. خوب از کمرایت معرفی شدم. این دیگه کی هست ها؟ نمیفهمم. ایزگی ما به تو توفه گرفتیم. ببینم خوشت میایی یا نه؟ بسیار زیاد تشکر. مطمئن هستم زیاد مقبول است. خدا داد. توفه رو واز نمی کنی؟ واز که دیگه نه؟ نه ما بعداً واز میکنم. خدا داد. واسکو دیگه بسیار به تشویش شدم. حالا دیگه آی واسکو ببینیم که چی هست. حالا ایزگی دوستایی تا میگه واز که دیگه. باش ببینیم که در بینش چی باش من کمکت میکنم. نمیفهمم اقسم یک دوست جالب است کجا پیدا کرد. آدم جالب است. ببین نوشته است که تو را دوست دارم. این رسما اعلان عشق است به خدا. بی با یاد من مفتی بی. آی خودش خرسک وارست. چرا خرسک آورده؟ ازی اوتنتیک است. آی چتیات نکنین. ازگی که لوده چی کار داشته میتونه. زیاده روی نکنین. ساعت ما را تیر کده یک کمی برش کیک بتین باز روانش میکنیم. حالا توی طرف بیا. درباره کسی که میگفتی می است. یک آدم بسیار جالب است. نه جانم، نام او پیلوت بود. ای دیگه‌ش است. ببین من قار میشم. اندامت به ما نشان بدی؟ اندام گفتی؟ بله. ببین زیاد قوی هستم. اندامم خوبش است. اول کرتی تا بکش باز نشان بدی. گپ ناق نزنی لیز. تو گپ اینا رو بدل نگی. خدا داد. بیا یگان چیزا به خوردن بگی. خیر نشان میدادم. اسکی یک دفعه اینجا بیا. تو از خرسک زیاد دفاع میکنی. چی میشه یک کم ریشخندی کنیم؟ یک کم لذت خواد بردیم. اینه که تند مقابله خرسک کدام احساس داری دختر؟ عاشق. ما عاشق خداداد نیستم. اما او را دوست دارم. خداداد بسیار یک انسان خوب است. مهربان.
و یک انسان دوست داشتنی است. یکی بدیش چیزو نمیفهمم. یعنی مثل شما نیست. سر انسان ها ریشخندی کردنم یاد نداره. او را روان کن دیگه. باقی ماندن محفل دیگه ما ادامه میدیم. ازگی جان مزش رفت. چند روز است که منتظر این محفل بودیم. بیا دیگه کتم رقص کن. گفتین رقص میکنین؟ ازگی کتم رقص میکنی نه؟ این خرسک رقص کردن میتونه تو به خدایا. حالا بیا که رقص کنیم خدا داد. خصیص رقص کنیم. Summer's day, I was sipping cool mojitos when a girl walked by and occupied my world. She was tall and slim with a sexy grin, and I noticed all the head turn. She was dressed so chic and looked so unconcerned. Swing to the samba, glide into the drum. Reaching for her camera, taking selfies just for fun. She's a Brazilian girl, from her hair down to her toes. She's a Brazilian girl, got you sexy and she knows. She's a Brazilian girl, in designer or in bling, in the material world. حالا بیادرم همه قدرش خندی بس است. وقت ما را ضایع کردی. میبخشی تو گیر از خانه که بیرون میکنی؟ بسیار میبخشی اسکور، اما ازگی یک تو چون باش. حالا بیادرم برو دیگه. چی رسال داری؟ چتیات نگو، خدا داد جای نمیره. ازگی گفت باش. گمش انسانو بیاکل. بیبی تو مرگ میطلبی ها؟ اگه مرگ بطلبم چی میشه ها؟ این لوده مرا خواد کشت. حالا دیگه مرا میخوایی که بزنی؟ خودش خواستم کنم. علی جان کجاست؟ رفت خو شد. خب چرا رفتی؟ چی شده بود؟ نمیخوای چیزی بگویی؟ کدام چیز مهمی نیست. علی بیبی میگی چیز مهم نیست، اما اگه به خاطر او دختر کدام بلای سرت بیایه باز؟ 2 روز بعد سالگیری علی جان است. خواستم شما پدر و بچه را غافلگیر کنم، اما نشه که باز همون لحظه کدام کار برات پیدا شوه. خوب است که وقت بفهمی، چونی اولین بار است که تو ده سالگیری بچه‌ت می باشی. او بچه بچیم. حالا دیگه تو داخل برو، کوا بسیار یخ است، مریض میشی. حالا تو کجا هستی به غیرت؟ میخواستم از تو درباره علی پرسان کنم. پیلوت! وقتت خلاص میشه، خبر باشی. گوش کو چی میگم. اگه به یک تارموی دویگام ضرر برسه، حتی اگه یک اشتباه از دستت سر بزننه، پیلوت! باز بر روح پدرم قسم میخورم که تو را زنده نمیمانم. گپ ما فهمیدی یا نه؟ تو حالا پشتش دق شدی. تو چی میگی احمق؟ پرگوی را باز کو بشنو. پیلوت دشکنی تحق استادالی کدام کار نکنی. چی میشه؟ بانک اینا هر چی میگوین بگوین تو کار نکنی. تو را از دست و احمقان نجات میتم دوی گویم. تو اصلا نترس، فهمیدی؟ نترس یک دانیم.
تا یک قطره خونده بدنم از کوشش میکنم تو را از دست اونا نجات میتم، نترس. کار را که اینا میگن اوش کنی نکنی پیلوت چی میشه؟ نکنی. چقدر اکسانه غمانگیز. نجمی بی غیرت نجمی، امشب باید سر علی را برام بیاری. اگه ناوردی میفهمی بچیم کار میکنم که هفت پشتت بسوزه و تو پشیمان شوی. گپ نامرد بی غیرت. ایوان سفر، ایوان پست، احمق لوده. صدای زن زیباست، آواره تازه میسازه. به هیچ چیز دست نزدی نه؟ نان ما خوشت نامد. در اصل تو مقبولک با مجور شدی. با پیلوت بوده خود عیف ساختی. آدم پست لوده بی غیرت، آدم احمق. نه پیلوت، از همه کسایی که پشت نجمی میگردن پرسان کن. هیچ کس جایش نمیفهمه مثل که زیر زمین رفته باشه. او احمق ده هیچ جایی نیست. نه هنوز هیچ خبر ازش نیست. من دیوانه میشم، قسم میخورم اصابم از دست میتم. دیوانه میشم، قسم میخورم. گفته بودم سری پیلوت اعتماد نکنه. هر بلایی که سرم آمده از خاطر هم یادم آمده. قسم نمیشه من پیش پلیس میرم. من میگم کل چیزا برشون میگم. صبر کن میرال. میرال صبر کن، آرام باش. آرام باش. بیا اینجا بیشی آرام باش. اگه اون نفرها کار را که گفتن کنن چی ها؟ تو همینجا باش. ما یک بار تا بیرون میبرایم. تو منتظر خبر ما باش. حدس میزدم که امروز تو یک معامله خوب میکنم، اما توقع نداشتم که قدر زود از نزدیک ببینیم. راستش فقط به خاطر یک کار خواستیم که باعث میشه دوستی ما زیادتر و صمیمیتر شوه. از همین خاطر تو اینجا خواستیم. گوش کو فراد، ما به خاطر ای کار به جز تو سر دیگه کس اعتماد ندارم. میری علی هروغلو را از بین میبری. لطفاً بفرمایید. خداوند قبول کنه. خداوند شوهر شما را و تمام رفتگاره ببخشه. آمین. خداوند جنت نصیبش کنه انشالله. آمین. ما براتون علامتم. Торговый центр «Селена Парк», 18 километров от МКАД по Ленинградскому шоссе. های زینب بلاکو تو چوری کارا را میکنی جانم؟ آهی از وقتی که کتی پدرم گپ زدی وضعیت تو هیچ خوب نیست. مرا چی شده ها؟ چی شده مرا؟ کتی من مثل طفلا رویه نکن لطفاً. درسته سرچی نباشه من راننده هستم. اگه ای قصه بکنی رانندگی را فراموش کن. سیفدا خوب شد که ای خط ما گرفتیم دخترم. قلب ما رامش پیدا کرد. ای را میفهمی؟ حتما پدرتم در زیر خاک یا رامش حس کرده دخترم. انشالله. سیفدا، آه کوکسال آه.
هنوز مردارن تا باور کردن نمیتونم. باید حلوای تا میخوردم. روح شاد باشه. چقدر یک آدم خوبی بود. خداوند بیامرزش، بسیار دوستش داشتم. خانم خیریه، با گرفتن این ختم بسیار کار خوبی کردین. سفدا به تو هم دیگه شرم است. اگه به مام خبر میدادی به خاطر او مرحوم کار زیادتری میکردم. 10 سال به خاطر پدرم و ما یک کار کرده میتونی. میفهمی چی است؟ بگو چی است. هرچی بخوی امیاله میکنم. از ما برای همیش دور باش. بزرگترین خوبیه که در حق ما میکنی همی است. فقط دور باش. کارا شروع میکنیم. تو این قسم میگی، اما انشالله گناه علی آشکار خواهد شد و روح خدا بیامرز کوکسال به آرامش خواهد رسید. خدا قبول کنه. چرا مرا خواستی؟ اگه ایگاره دست کم نگیری خوب میشه. از کاکای سمیم سراکایا کل ثروتش و کل سرمایش به او رسید. علی نمیفهم چه قسم تانسته ای کار کنم. اما یکی از پولدارترین آدم روی زمین دشمن خود ساختی. خب ای دیگه چی منو میده؟ بعد از این باید زیاد متوجه باشی علی. به خاطر گفتن همی گپ مرا اینجا خواستی آقا کرد. علی اویگار دیگه اویگار سابقه نیست. تو به تنهایی نمیتونی همراهی مقابله کنی. ببین آقا کرد، از تو امروز یک چیز خواستم که بیادرم پیدا کنی و تو پیدا کردن نتونستی. اتو نیست که پیدا نکرده باشم. پیدا نتونستم. با ما همیشه همی جواب دادی آقا کرد. هر وقتی که از تو درباره بیادرم یک سوال پرسان کردیم، با جای از که جواب بگیرم با او سوال چندین سوال دگام اضافه شده و از ما پرسان شده. تو چرا گپا نمیفهمی؟ چرا سرم اعتماد نمیکنی؟ آقا کرد چی گپ است؟ با زودی حلوای علی را تقسیم خواد کردی سفدا. اویگار باید همراه ما بری. اگه تو سرم شکم کنی ما همیشه همراهت میباشم علی. اما قسمه که یک پدر با اولادش پدری میکنه. از من منصرف نشو. با هم از تو منصرف نمیشم. زنده باشین. به نظر شما در پشتی کار دست کی است؟ اویگار است؟ دشمنای زیاد است علی. اما تشویش نکو، تحقیق میکنم. ما اجازه نمیتم کسی به تو ضرر برسانه. هیچ وقت. هرچی میکنی بکو دویگوره برم پیدا که گپا فهمیدی. 3 سالم پس برم هم یاریش درست است. بعد از او از زندگی ما گم شدم میری. وعده میکنم دویگو امشب در خانه خود خواد بود. وعده میکنم. در مغزت چیست؟
میخوای چی کنی بیادر؟ به خاطر نجات دادن دویگو هرچی از دستم بیایه میکنم. هرچی ضرورت باشه. مادر؟ در اینجا چی کف است؟ این مراسم خیرات به خاطر چی باشه؟ به خاطر آقا کوکسال است. ها سلام. بیا که بریم شیرینی بگیریم. مادر؟ علی جان زنده باشی. علی جان بفرمایید. علی جان بیا که بریم. به تیره به من. اما مادر حلوا بود. علی جان بریم دیگه. پدر؟ بیا شیر بچیم. خوب استی علی جان؟ شما از ما چی میخواین؟ مرا به خاطر چی اینجا آوردین؟ آقا کرد؟ فکر کردی که ما از کارایت خبر نمیشم؟ ها؟ از چی؟ از چی خبر نمیشی ها؟ با تو گفته بودم کلی را تا لمسم نمی کنی. برات گفتم که امراش غرض نمیگیری. اما تو چی کردی؟ خواستی او را بکشی. کتما هیچ کاری کده نمیتونی. میتونم. یک دفعه دیگه. اگه یک دفعه دیگه کوشش کنی که کار کنی با خاطر گپ زدن با تو من نمیایم. تو چی میکنی احمق؟ تا پیش کشتی قدم زده برو. با خاطر که امروز فراموش نکنی. کجا میرین آقا کرد؟ صبر کنین. کجا میرین؟ ای کار با فایده ما شد. درست در وقتی که اعتماد علی را از دست داده بوده می آدم سبب شد که دوباره با دست بیاریم. کجا میرین؟ مرد اینجا الا کرده و خودتون کجا میرین؟ اصلاح شوید. زنده باشین. خداوند از شما راضی باشه. شام ختم قرآن داریم. در خانه توکچیشان باز بیاییم. میایم. البته که میایم. به چشمای ما دیده به جایی که به شرمن به خاطر او آدم نان خیرات میکند. ایره باور میکنی علی؟ به خاطر زحمت هایتان تشکر. یعنی اگه شما نمی بودین ما به انجام دادن ای همه موفق شده نمیتونستیم. زنده باشین. خواهش میکنم. خداوند قبول کنه. آمین. نه تو یک قسم یک کار نمیتونی. به خاطر او دختر اقدر کارا را کده نمیتونی.
عزلم بیبی اینجا جایش نیست. جایش نیست نی؟ و کاری را که تو میکنی بجای است، درست است؟ عزلم لطفا بریم علی جان. مادر پدرم روی ما نمیآید. علی